آموزش نرم افزار کارشناسی رنگ خودرو کرار ماشین خوش اومدین. ما در اینجا پسورد برنامه رو ثبت میکنیم و وارد برنامه میشیم. در این برنامه ما چند قسمت داریم. یک دکمه برای تشخیص رنگ که فرم اصلی برنامه می باشد، یک دکمه برای گزارش کارکرد و تنظیمات و درباره ما. به ترتیب این دکمه ها رو برای شما به نمایش میگذاریم. با زدن دکمه تشخیص رنگ وارد صفحه تشخیص رنگ میشین. شما در اینجا میتونید شماره ثبتتون رو ببینید، تاریخ، ساعت و شماره شاسی. شما میتونید اینجا شماره شاسیتون رو ثبت بکنید، شماره شاسی خودرویی که اومده واسهتون. به عنوان مثال نوع خودرو، شما میتونید از لیست خودروهایی که ما اینجا برای شما در نظر گرفتیم انتخاب بکنید و یا اگر خودروی در لیست نبود شما با زدن دکمه به علاوه در کنار خودرو میتونید وارد پنجره میشین. اسم خودروی مورد نظرتون رو مینویسید. به عنوان مثال من نوشتم سورن. حالا یک نمونه ما داریم، سمند سورن. اجرت کارشناستون رو من برای شما 0 گذاشتیم فعلا. شما بعد از انتخاب کردن خودرو میتونید در این قسمتی که مشاهده میکنین اجرتتون رو وارد بکنید و بعد از ذخیره کردن به طور خودکار در دیتابیس برنامه ذخیره خواهد شد. حالا به عنوان مثال ما سورن رو میزنیم 700,000 تومان و با زدن دکمه F2 بر روی کیبورد یا دکمه‌ای که اینجا با عنوان ذخیره هست شما میتونید ذخیره کنید. اگر خودرو برای شما قبلا وجود داشته باشه که این پیغام به شما نمایش داده میشه، شما میتونید مثلا بزنید سورن نیو. خب در اینجا نیست سورن نیو. شما ذخیره رو که بزنید خودرو با موفقیت اضافه میشه. یه رفرش میزنید که خودرویی که اضافه کردین براتون ثبت بشه. خب حالا ما در اینجا جستجوی همزمان داریم. همزمان یعنی شما در حال تایپ هستید و میتونید اضافه کنید خودروهایی که حالا مد نظرتون هست یا همزمان نگاه بکنید که چه خودرویی هست. حالا سمند سورن رو ما اینجا داریم. خب مدل خودرو رو انتخاب میکنیم. خودرو مثلا برای سال 1388 میشه. رنگ خودرو، اینجا لیستی از رنگ ها برای شما باز میشه که میتونید رنگ ها رو نگاه کنید و مانند همون خودرو به عنوان مثلا من سبز رو بزنم. حالا سبز ارتشی مثلا. حالا اگر رنگ مورد نظرتون توی دیتابیس نبود شما میتونید با زدن دکمه به علاوه در کنار رنگ نام رنگتون رو انتخاب بکنید و ذخیره کنید. در اینجا پلاک خودرو رو ثبت میکنیم. به عنوان مثال 55 ت. خب از 3 رقم آخر و 2 رقم آخر. حالا ما کارکرد خودرو رو ثبت میکنیم. نام مالک خودرو و شماره موبایل. خب اگر خودرویی که انتخاب کردید اجرت کارشناس براش ثبت نشده بود شما میتونید به عنوان مثال 700,000 تومان ثبت کنید و بعد از یک بار ذخیره کردن و یا حتی چاپ خودرو این اجرت کارشناس برای این خودرو ذخیره میشه تو دیتابیس و دیگه نیازی نیست شما انتخاب بکنید یا بنویسید. در اینجا ما یک لیست سیاه قرار دادیم که سمندی که مثلا اومده حالا به هر علتی شما با زدن این تیک هر موقع این شماره شاسی رو شما وارد کردین اگر خودرو ثبت شده بود این لیست برای شما فعال میشه که این در لیست سیاه شما بوده. حالا دلیلش رو خودتون میدونید.
و چند نوع توضیحات راجع به کارشناسی خودتون. میتونید اینجا تایپ بکنید به عنوان مثلا درب عقب مثلا رنگ شده. اگر خواستید سرعت بالاتری داشته باشید، متن‌های آماده داریم ما. اگر وضعیت بدنه رو بزنید، چند نوع متن برای شما اینجوری نوشته شده که شما با کلیک کردن بر روی هر کدوم این متن برای شما در اینجا نوشته خواهد شد. مثلا سینی سرشاسی تایید رو که مثلا شما تایید کنید، اینجا برای شما سینی سرشاسی اضافه خواهد شد. یه بخش دیگه داریم متن‌های آماده که از این بخش میتونید متن‌هایی که نوشته شده رو انتخاب بکنید و اینجا برای شما اضافه میشه. و در همون بخش اگر متنی نبود و خواستین سری بعد از اون متن استفاده بکنید، شما یک بار متنتون رو بنویسید. به عنوان مثال درب عقب ضربه، ذخیره، متن اضافه میشه به لیست متن هاتون و همیشه این متن دیگه اینجا هست. شما با انتخاب کردن اون میتونید متنتون رو استفاده کنید. در قسمت سمت چپ ما تعدادی علامت بر روی خودرو گذاشتیم که شما مثلا من روی درب عقب کلیک میکنم، شما متن‌های درب عقب سمت راست رو نگاه میکنید، هر کدوم رو خواستین اضافه میکنید به توضیحاتتون. و یا اگر متنی نبود، اینجا دوباره مانند همون پنجره قبل مینویسید و ذخیره و اضافه میشه توی دیتابیس، براتون ذخیره خواهد شد. در برخی از کارشناسی ها فرم هاشون طوری هست که 2 تا توضیحات دارن، ما این بخش رو براشون اضافه کردیم. و در برخی دیگر 3 تا، هر کدوم رو نخواستید. اگر نخواستید این توضیحات رو، شما پاک میتونید بکنید یا دوباره متن ها رو استفاده کنید و همونطور دوباره کلمات و اینا. اگر کلمه اینجا بود، به عنوان مثال تمام، من میخواهم این کلمه رو عوض کنم، شما با کلیک راست بر روی موس بر روی این دکمه متن مورد نظر خودتون رو مینویسین و بعد از تایید این متن برای شما اینجا نمایش داده میشه و تایید که میکنید اینجا برای شما ثبت خواهد شد. هم پلاک عادی داریم، هم پلاک آزاد که شما هر کدوم رو خواستین میتونید انتخاب بکنید، بستگی به نوع خودرویی که برای شما برای کارشناسی میاد. بعد از اتمام برنامه که تمام مشخصات رو شما نوشتین، بر روی ذخیره یا دکمه F2 از روی کیبورد کلیک میکنید، مشخصات خود رو ذخیره میشه و اینجا به شما نمایش خواهد داده شد که مشخصاتی که ثبت کردین کامل میتونید نظاره‌گر باشین روی این مشخصات که ببینید آیا درست است یا نه. هر جاش تغییر خواست تغییر بدید. بعد از ذخیره دکمه چاپ برای شما فعال میشه که با F11 هم چاپ اعمال خواهد شد. بر روی چاپ اگر کلیک بکنید، یک پنجره‌ای برای شما باز خواهد شد که فرم رو آماده چاپ میکنه براتون و در این پنجره به شما نمایش داده میشه. و اگر بر روی پرینت کلیک بکنید، وصل میشه به پرینتر و پرینت میگیره. حالا یک زمانی فرم شما مانند تغییر کرد، فرم شما مثل قبل نبود، تغییر کرده بود، میخواهید متن‌های این برنامه که نوشته شده رو تغییر بدید. شما با کلیک راست بر روی چاپ، روی تنظیمات چاپ کلیک میکنید، یک پنجره‌ای برای شما باز میشه که امکان تغییر نام خود رو و اطلاعات وارد شده ای که در برنامه وارد کردین رو میتونید جابجا کنید باهاش. حتی میتونید فونت، حالا اگر پرینتر رنگی دارید رنگش و تمام این اندازه، سایز و اینها رو تغییر بدید و بر روی سیو بزنید. این برای شما سیو میشه و همیشه همون مدلی که شما میخواید پرینت میگیره. خب این بخش از برنامه به اتمام رسید. برمیگردیم به منو. خب گزارش کارکرد رو داریم. ما با کلیک بر روی گزارش کارکرد وارد همچین صفحه‌ای میشیم که شما میتونید جستجو کنید خودروهایی که براتون ثبت شده رو از تاریخ تا یه تاریخی، مثلا از تاریخ 1401 تا 1402 نام خودرو، حتی مثلا به عنوان مثال من خودروی تارا رو وارد میکنم
و جستجو رو که بزنم هر خودرو تارا با اسم تارا وارد شده بود اینجا به من نمایش داده میشه. شما میتونید خروجی اکسل بگیرید و حتی میتونید با پلاک هم جستجو رو انجام بدید. تنظیمات برنامه. شما اگر پسورد خودتون رو یادتون رفته بود میتونید تغییر بدید و از طریق این بخش تغییر شعبه داریم که این تغییر شعبه با تمام تغییر شعبه هایی که در برنامه های مختلف هست فرق میکنه. توضیحش رو خدمتتون عرض میکنم. تنظیمات چاپ رو هم داریم که مجدد بتونید تغییر بدید. ذخیره و بازیابی اطلاعات. شما بعد از اینکه تو برنامه اطلاعات رو ذخیره کردین میتونید از برنامه از دیتابیس کپی بگیرید، یه بکاپ داشته باشین، وارد اون محیطی که میخواید در هر مکانی که دوست دارید ذخیره کنید و در جای دیگه از برنامه بتوان از این دیتابیس استفاده کنید. بازیابی و اطلاعات داریم که توی دیتابیس اصلی، یعنی همین شعبه یک که اینجا نوشته شده براتون ثبت میشه که با کلیک برای بازیابی شما امکان داره اون فایلتون انتخاب میکنید و وارد برنامه میکنید. این بخشی که عرض کردم خدمتتون که با تمام بخش های برنامه های دیگه فرق داره اینه که شما بازیابی اطلاعات و ساخت دیتابیس جدید دارید. اگر در برنامه به هر دلیلی شما از دیتابیستون کپی گرفتید و برنامه پاک شد، شما رفتین وارد برنامه جدید شدین و هم خواستید از دیتابیسی که به طور پیش‌فرض در برنامه قرار داره استفاده کنید و هم دیتابیس خودتون، شما با انتخاب کردن این گزینه بازیابی رو که کلیک میکنین اون فایلتون رو انتخاب میکنین، وارد که برنامه میکنید. بعد از اینکه وارد برنامه کردین شما در این قسمت دکمه تغییر شعبه رو میبینید. شما در اینجا انتخاب میکنید که آقا من این شعبه اصلی برنامه میشه، یعنی یک دیتابیس اصلی برنامه که همین دیتابیسی هست که الان ما داریم باش کار میکنیم. دیتابیس دوم اون دیتابیسی که شما وارد برنامه کردید. تغییر رو که شما کلیک بکنید دیتابیس دو واسهتون فعال میشه. تمام اطلاعات اون دیتابیس برای شما نمایش داده میشه، قابل ویرایش، گزارشگیری و ثبت اطلاعات جدید هست. و یک بخش درباره ما که شما میتونید نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارین در فضای مجازی و در کامل کردن و رفع ایرادات برنامه به ما کمک کنید. خیلی ممنون از نگاهتون. امیدوارم که به کارتون اومده باشه برنامه. شما با خرید یک بار برنامه میتونید برای دفعات بعد که اگر ویندوزتون یا برنامه به هر دلیلی پاک شد شما اطلاعاتتون رو داشتین، فقط با پرداخت اجرت نصب شما از برنامه استفاده کنید و نیازی به پرداخت مجدد کامل برنامه نیستین. شما با یک بار خرید برای شما ثبت میشه و فقط با اون یک اجرت نصب از شما گرفته خواهد شد. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.